أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أما بعد. بعد از حمد خداوند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی ما و شما را در حفظ پناهش نگهبان باشه و ما و شما را پیرو قرآن و سنت بگردانه. در پیش برادرای عزیز صحبت لبکشایی کرده بودیم. موضوع پیش یکم قانون دموکراتی را ذکر کردیم، تعریفش هم ذکر کردیم. در کتاب های علما چی تعریف شده از دموکراتی او را همش بیان کردیم. اما دموکراتی که اولین قاعدهش ذکر کردیم که با قرآن چه تعارض آمد، 3-4 آیت الحمدلله ثم الحمدلله استدلالاتی ما چیکار کردیم، پیش کردیم که چه با دین الله سبحانه و تعالی مخالفت داره، براتون بیان کردیم. قانون پیشتر را بردگاه یادآور میشم، مختصرا حرکت میکنیم به درس دوم. نگاه او مردم در اعتقاد بودن که برادرای عزیز که قانون خداوند یک قانونی است که کافی نیست برای مسلمان ها، فیصله عادلانه برای تمام امت کرده نمیتواند آن کتاب هایی که آسمانی هستند. یعنی ما و شما محتاج هستیم به قانون بشر. این بود قانون پیشینه دموکراتی. دوم، قانون دموکراتی اولا خلاصش میگم، بعدا با تشریحش میکنم. دوم، قانون دموکراتی برادرای عزیز که قانون را که راست میکنن، قانون را که بنیاد میکنن، قانون را که ایجاد میکنن برادران عزیز عقل است. قانون و قواعدی که امروز در حکومت های دنیا وضع شده است، گذاشته شده است، تمام این قوانین های مملکت های ما و شما توسط عقل راست شده است، توسط عقل. یعنی مصدر و مرجع و جای خروج این قانون ها عقل های مردم هستند که این مردم ها جمع آمدند توسط عقل های خود این قانون ها را راست کردند. هر انسان خوب متوجه باشد وقتی یک انسان میپرسه که دموکراتی را قانونش از کجا هست، خوب باید تو جواب بگوی. تو در یادآور باشه که بگو قانون دموکراتی توسط عقل بنیاد شده است، نه توسط نقل، نه توسط قرآن و سنت، نه توسط کتاب های آسمانی، بلکه توسط عقل. عقل خوب در ذهنتان این را بشنانه، این یک قانون دموکراتی است که باید ما قانون طبق عقل بنیاد بکنیم. هر قانونی که در عقل موافقت نگیره او را ما قانون نمیدانیم و او را ما منهج خود و زندگی خود در حکومت ها ما نمیچلانیم. میگن اینها یعنی که انسان ها میتونن که توسط عقل هاشو یک قانون راست بکنن که بالای مردم حاکمیت کنن به او قانون هاشون. او قانون موافق قرآن باشه یا نباشه، موافق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه نباشه، فرق نداره. اگر چه خلاف باشه، وقتی که عقل های ما را پذیرفت، ما این قانون در بالای ملک خود تطبیق میدهیم. نگاه کنه مملکت هایی که در تحت تصرف یهود و نصارا و کفار و مرتدین هستند، قوانین های آنها قوانین های عقلی هست که توسط عقل بنیاد شده هستند. توسط عقل هاشو قانون های راست کردن که آنها تعارض و مخالف و ضد قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. قانون ها زیاد هستند. فقط برای شما میگم بنیادی قانون اینها را بدانید که قانون توسط عقل راست کرده میشن، نه که توسط قرآن و سنت، نه که توسط کتاب های آسمانی، گرچه که مخالف قرآن و سنت باشد. این قانون شد. این دوم قانون دموکراتی شد. خوب،
همین قانونه که ما ذکر کردیم که یعنی تمام قوانین ها باید توسط عقل راست کرده شود، همین گپ، همین سخن، همین قاعده آیا تعارض و مخالف و ضد قرآن و سنت هست یا نیست؟ اینجا سوال وارد می شود. تمام مفسرین، محدثین، علمای محقق، اهل حق درباره تحقیق کردن که این قانونی گذاشته دموکراتیا مخالف نصوص قرآن هست. برادران دلیل ها را ذکر میکنم، نوت بگیره، بنویسه، کتابت بکنه در یک جا که وقتی که با یک صحبت میکنی و تو اینا ثابت میکنی که قانون دموکراتی عقل است، توسط عقل بنیاد شده است و این عقل با قرآن و سنت مخالف است، با کدام آیت قرآن مخالف است، با کدام احادیث رسول الله مخالف است، بنابر همین آیت سورهش میگم خوب نوشته بکن، ترجمهش هم برات میگم. الله سبحانه و تعالی توسط قرآن اعلان میکند که شما ای بشرها قانون و قواعد شما عقل است. نه که محمد ایرا اعلان داره که قانون و قاعده مسلمان ها و انسانیت این قرآن و سنت رسول الله است بس، نه که عقل ها. عقل ها قاصر هستند در پیش قرآن و سنت، عاجز هستند، ناکام هستند، نامراد هستند. اولین دلیلی که مخالف قرآن هست ما او را بیان میکنیم، سوره نحل آیه 89. بار دیگر خوب متوجه باش برادر، سوره نحل آیه 89. الله سبحانه و تعالی در قرآن چی میگه؟ اونها دعوا کردن چی است؟ عقل قانون باید، توسط عقل باید قانون راست کرده شود. ما ایرا دعوا کرده مسلمان ها که نه، توسط قرآن و سنت باید راست کرده شود. الله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نزلنا علیک الكتاب تبیانا لكل شیء و هدى و رحمة و بشرى للمؤمنین. فرود آوردیم، نازل کردیم بر توی محمد کتاب. کدام کتاب؟ قرآن است. مراد از اینجا از کتاب قرآن است. تبیانا لكل شیء، بیانگر، واضحگر از برای هر چیز، تا بیان بکنی تمام چیز از این قرآن بیان بکنی. حقایق قوانین باشه، حقایق عبادت باشه، هر چیزی که باشد، این یک کتابی است که توسط این کتاب میتونید درباره هر چیز صحبت بکنی با همراهان ها. و این کتاب هدن، هدایت است. برای چی؟ برای زندگی بشریت، برای فلاح، کامیابی، نجات. به سوی چی؟ الله و رسول، برای قبولیت الله و رسول، که الله و رسول بپذیرد. هدایت است و بشارت است از برای مسلمان ها، کسی که در قرآن و سنت چنگ بزند و این قانون اصلی و هدایت خود بداند و این راهنمای خود بداند، این چی است؟ فلاح و کامیابی مسلمان ها است. مژده برای ماست، ما غافل هستیم. قرآن میگه من مژده هستم از برای مؤمن ها که خبرشان میتونم که اینها توسط یک قانون کامیاب میشوند. که وقتی که اینمی قرآن و سنت قانون زندگی حکومت خود بدانند، قانون زندگی خاندان خود بدانند، قانون زندگی مسجد خود بدانند، بازار خود بدانند، هر مکتب و محل، هر چی که هر صحبتگاهشان باید از موضوع قرآن و سنت بیرون نشود. هر قوانینی که وضع میکنند باید موافق قرآن و سنت باشد. الله ما و شما را دستور میده در سوره نحل آیه 89. دوم، آیتی که این قانونی که آنها وضع کردن که مصدر قانون ها عقل هست، به دوم آیت چه خلاف میشه؟ متوجه باشه. سوره هست در این الله می فرماید که یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في صدور. نگاه برادر عزیز، الله سبحانه و تعالی چی میگه؟
ای مردم ها، در اینجا کافر هم شامل است، مسلمان هم شامل است. یا ایها الناس، ای مردم، آمده از شما را یک موعظه از طرف کی؟ از طرف الله، پروردگار شما، خدای شما. این شفا هست. این قرآن وقتی که شما این قانون را در زندگی تو تطبیق میتی، این یک شفا هست برای قلبهای شما. اون مریض که در قلبهای شما هست، اون مریض ها را چکار میکنه؟ دور میکنه. و هدایت هست و رحمت هست از برای که از برای مؤمن ها. این صدای قرآن است، فراد قرآن است. ما و شما خوب متوجه باشیم دیگه قرآن با چه الفاظها، با چه تعبیرها، با چه بشارتها ما و شما را فریاد میزنه، اعلان میکنه. هر یک شخص مسلمان خوب متوجه باشه. قرآن ما و شما را دستور میده که باید من حاکم باشم. اونها میگن نه، عقل های ما باید در دنیا حاکم باشه. خوب متوجه باشه. سوره نحل آیت 64 سوم دلیل ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما برای شما نازل نکردیم، ای محمد برای تو من نازل نکردم کتابه؟ نازل کردم این کتابه برای چی؟ تو بیان کنی از برای آنها در آن چیزایی که آنها اختلاف میکنن. در برای زن و شوهر اختلاف میشوه، یک کسی میکشه، نه که برای قانون بشریت برای تطبیق بودی. تو در آن چیزایی که آنها اختلاف میکنن، در هر اموری که اختلاف میکنن، چه قانون دنیوی باشه، هر قانونی که باشد، مسئله خاندان باشه، مسئله محله باشه، مسئله حکومت باشه، هر مسئله که باشه، اختلافات باشه، بیان که از برای اینها طبق قانون های قرآن سنت برای آنها بیان که تا بفهمن سراش و خلاص شوند. این فایده های زیاد داره. هدایت میشوند، رحمت از برای قوم هایی که چه هستند ایمان میارن. ما و شما مسلمان هستیم، قرآن از برای ما و شما رحمت است و قوانین های بشر از برای ما ذلت است. جنگ جنجال است، کشتن است، زوری است، حاکمیت مجبوری است، به جهنم بردن است. چقدر فرق ها میاد. مولاها سوره اسراء میخواند در آیت 82 است. هر وقتی که دم میکنه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، میگه در قانون دموکراسی زندگی. این چهارم دلیل ما است که آیتی که شما مولاها در او تشتوا و تمارات و منسیه برای ما بخونه که چی مطلب داره. این برای تشتوا است، برای تعویض، برای دم کردن است. چی مطلب داره؟ نازل کردیم و از قرآن قوانین و قواعدها او شفا است، رحمت است از برای مؤمن ها. شفا و رحمت قلبی باشه، روحانی باشه. هر قسمی که بیماری که هست در وجود داخلی و خارجی ما، این شفا هست قرآن. تو فقط مولای عزیز فقط همین در خوندن این را خرچه میکنی برای دو پیسه بیا. این نه تنها از برای وجود بیماری هایی که جسمانی هستند، بیماری ها شفا باشه و بس، از برای هر چیز آنچه که در داخل های ما و شما هستند، این یک قانون رحمت است. حالا ما 4 آیت استدلال آوردیم، دلیل آوردیم که چی هستند؟ که حاکم و قانون عقل نیست بلکه قرآن و سنت هسته. در اینجا سوال میشه که چرا عقل قانون شده نمیتونه؟ چرا عقل قانون شده نمیتونه؟ به خاطر برادر از بزرگترین چیزا بگم که عقل قاصر است، ضعیف است، کمزور است. یکم که در تمام عقل‌های بشریت تفاوت است. بعضی عقل‌ها هستن که متمتیک را خوب یاد داره، کتابت سست است، نویسن سست است. بعضی انسان‌ها هست که برا گپ میزنن، در وقتش تیز جواب میتین. کسی هست که دیر میفهمه، دیر جواب میتین. عقل‌های بشریت مختلف هستند. به همین خاطر یکم چیزی است که عقل قانون قرار گرفته نمیتونه، به همین خاطر است که عقل‌های بشریت مختلف هستند. کسی
در علم ملاقی مهارت داره، کسی است که در علم مهندسی و در علم خانه راستکنی و در علم دیگه چیزا مهارت داره. خوب متوجه بود. دوم چی است؟ دوم این است که عقلها اکثر و بیشتر مائل هستند، متوجه هستند، رجوعانشو باز میره و طرف چی؟ خواهشاتشون. مثلا قضیه یک از قهری باشه، وقتی او را پیش فیصله برن مخالفی او فیصله میکنه، به خاطر در طبع و موافقت ذهنی اون نیست، خلافی او فیصله میکنه. اگر یک پسند است وقتی فیصله کن میشوه، او چیزی که پسند شده برای چیکار میکنه؟ فیصله میکنه. عقلهای ما و شما پس چی از خواهشات نفسانی ما و شما هست برادر عزیز. به همین خاطر عقلهای ما و شما نمیتونن که حاکم قرار بگیرن و فیصله کن قرار بگیرن در زندگی ما و شما. سوم این که عقلها به اعتبار زمان تبدلات پیدا میکنه. یا زمانی بودی کوچک بودی عقل دیگه بود، زمان دیگه آمد عقل دیگه شد، پیر شدی با تجربه دار شدی عقل دیگه شد. در هر زمان عقلهای ما و شما برادر عزیز تغییر می‌یابد. نیک قانون الله یک قانونی هست که 1400 سال شد به یک حالت به یک صورت خود ایستادگی است. نیکی کره دنیا هزارها حکومت ها آمدن، هزارها قانون ها آمدن، هزارها تطبیق های مختلف تعبیر ها آمدن، تبدیل شدن. با چه خاطر؟ به اعتبار زمان عقل ها تقاضا میکنه که تبدلات بیاد از ذهن های مردم و در زندگی مردم. یک وقت در تاجیکستان کمونیسم بود، پیش از او خلافت بود، پیش از او آتش پرستی بود. این آواز با دموکراتی است، دموکراتی زوری است. آینده انشاءالله خلافت شدنی است. عقلهای ما و شما به اعتبار زمان تغییر می‌یابد. یک. دوم که عقلهای ما و شما رجحان طرفش آنچه که حواس شوق دل ما و شما به طرف او رجحان میشه. سوم که عقلهای ما و شما چه تغییر از در بین عقلهای ما فرق است. بنابراین سه چیز نمیتونه که عقل قانون و سردار ما و شما قرار بگیره، در حالی که قرآن و سنت در اوج قرار داره. وقتی که عقل کامیابی باشه و فقط قانون راهیاب باشه، چرا خداوند قرآن نازل کرد؟ چرا الله تورات، انجیل، زبور تمام انبیا را چیکار کرد؟ فرستاد. چرا؟ وقتی که اینمی عقل ما و شما کافی باشه، حاجت نیست برای ما و شما که تورات، انجیل، زبور نازل بکنه. برای ما و شما حاجت نمیبود که پیغمبران را کنه. از اینجا خداوند ما و شما را فهمانده است، از اشاره داره که ای مردم مسلمان، ای مردم خوب بدانید که عقلهای شما ضعیف است، ناچیز است، کمزور است، در هر چیز نمیتونن درک بکنه. به همین خاطر من قرآن نازل کردم، تورات نازل کردم، انجیل نازل کردم، زبور نازل کردم و انبیا را فرستادم. شما طبق دستورات آنها زندگی بکنید، طبق قرآن و سنت زندگی بکنید، نه که طبق عقلهات و فکرها و نظریاتون. میگه حضرت علی رضی الله عنه چی میگه؟ حضرت علی میگه که اگر هر آینه، میگه اگر دین به عقل میبود، قانون و قاعده به عقل راست کردن میشد، من دستور میدادم مردم که محسی موزه را، یعنی محسی را وقتی که شما مسح میکشه در تاش بکشه. با چه خاطر؟ شما در راه که میروه تاش جزر میشه، نه که تارش. چرا در تارش مسح میکشی؟ میگه عقل ما میگه در تاش بکش، نقل چی میگه؟ در تارش بکش. الله میدونه که عقلهای ما و شما قاصر است، عقلهای ما و شما ضعیف است. و همین خاطر حضرت علی گفتن که قرآن قانون خدا هست. یعنی او چیزی که قانون خدا تقاضا میکنه او بهتر، افضل، خوبتر است از اویی که عقلهای ما و شما فیصله میکنه. خوب متوجه باشه برادر. 4 آیت برای شما یادآور شدم، یک آیت دیگر سورش از ذهنم رفت، انشالله اگر درس‌های آینده شد برای شما یادآور میشم. فقط 3 سوره دیگه برای تو یادآور شدم، سوره نحل است، سوره اسراء است، آیاتاش قدی در پیش گوش کنید، خوب برای شما یادآور شده هستم. خوب این دلیلا را جمع آوری بک برادر عزیز،
خوب معناش درک فهم شه با این قانون چه مخالف است. قانون میگه عقل باشه، قانون دموکراتی. قانون قرآن و سنت میگه که ما باید حاکم باشیم. این دو قانون مبارزه بوده است. بعدا نگاه بکنه که این دو قانون کدامش از طرف بشر است، کدامش از طرف خالق است. نگاه بکنه که آیا خالق بهتر است، آیا مخلوق بهتر است. کدام قانون های خالق مخلوق کدامش برای ما بهتر و خوبتر است. خوب متوجه باشه که قانون در کره دنیا باید قانون حاکم، قانون قرآن و سنت باشه. نباید که ما و شما پیش حکومت ها بریم فیصله خود ما بکنیم. در خانه اختلاف میشه و قرآن و سنت بکشه و این تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. به طرف قرآن و سنت چنگ بزنه. دستور قرآن و سنت است. این دوم قانون دموکراتی بود برادر عزیز که مصدر قانون دموکراتی عقل هست. عقل قرآن با او خلاف شد، فرمود که نه، حاکم من هستم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دیگر کسی نیست. سوم قانون دموکراتی را متوجه باشه. قانون فقط مردم راست کرده میتونن. یعنی نگاه کنه گجوها را یا اشاره دارن. یعنی ما و شما محتاج قرآن و سنت نیستیم. ما و شما نباید با قرآن و سنت فیصله بکنیم با کتاب‌های آسمانی، بلکه مردم باید قانون بگذارن. مردم، حقوق مردم از حقوق بشر میگن در ملک ما و شما. اینا مطلب داره. قانون در دست خلق باشه، نه در دست خالق، نه در دست انبیا. نباید که علما مطابق قرآن و سنت فیصله بکنن، بلکه تمام مردم این قانون راست بکنن. هر مردم جمع شود موافق ذهن، نظریه و فکر و خواهشات و قانون راست کنن. این سوم قانون دموکراتی بود که دعوای آنها، قانون اینها چی است؟ که باید مردم قانون راست کنن، خلق باید قانون راست بکنن. این قانون دموکراتی است برادر عزیز. خوب دازین با تکرار با چه خاطر میگم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که هر وقتی که شما صحبت میکنید کلماتون تکرار بکنید تا این لفظ تکرار میکردگی خوب در ذهن سامعین برسه، خوب بشینه. مردم باید قانون راست کنن. این فرق نیست میگن این قانون راست کردگی مردم مخالف قرآن باشه یا نباشه، با که نداره. مردم اگر قانون قرآن را پذیرفتن ما حاکمش قرار میتیم، اگر نه پذیرفتن ما قانونش قبول نمیکنیم. اگر او قانونی پذیرفته که مخالف قرآن و سنت هم باشه فرق نداره، ما تطبیقش میتیم در حکومت ما. این قانون دموکراتی است برادر عزیز. خوب متوجه باش که خلاف با قرآن، خلاف با احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. خوب اسلام چی میگه؟ مسلمان ها چی میگن؟ قرآن و سنت چی فریاد میزنن؟ میگن نه، مردم نباید قانون راست بکنن. قانون و دینساز حق الله است، حق الله، حق مخلوق نیست، حق بشر نیست. قانون و شریعت فقط الله راست میکنه بس. نعره فریاد مسلمانان یعنی کجاها را ما اشاره کردیم برای شما سر شما خلاص شود که آنها دعواشان همین است که قانون حاکم قرآن نباشه. باید تمام زندگی که اونها میخواهند در کره دنیا تطبیق بدین مکمل با قرآن و سنت اکثر بیشترش خلاف هستند. خب ما میگیم که قانون حق بنده نیست، حق خدا است. با چی دلیل؟ سوره انعام آیت 85. ملایی که ختم قرآن میخوانی خوب گوش کن. ملا بچه سر تا خلاص که در سوره انعام آیت 57. این الحکم الا لله.
صرف یگانه حکم از برای خداست. یگانه خدا میتونه حکم بکنه. میگه الله کسی مخلوق نمیتونه. الله در سوره انعام میگه فقط یگانه من قانون راست که میتونم. تمام یگانه من دین تطبیق و قانون میسازم. دیگه کسی نمیتونه که پیش خودش قانون راست بکنه او مخالف باشه و یا موافق. نمیدونه کسی. من هستم حاکم. بچه خاطر الله قضاوت حق میکنه. الله بهترین فیصله کننده است. در حکمت هایی که هستن برای دو سمتی با طرف اگر که مخالف باشه همشا ترا چکار میکنه؟ کامیاب میکنه. تو کشته باشی، گیره برده باشی، دزدیکی باشی، فرق ندارد. دو سمتی با ترا حق پراول میبره. ای برادر گوش کنه. الله میگه منم حاکم، منم قانون راست کن. دموکراتیا میگه نه، مردم است قانون راست کن. خلق است، خلق حق داره. دوم دلیل سوره یوسف آیه 40. سوره یوسف آیه 40 ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك دين القيمه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خاص حکم از برای الله است. خاص قانون راست کن از برای الله است. مخلوقات حق ندارن قانون راست کنن. میگه الله و دستور میده که الله تعبدوا الا اياه. خاص الله را عبادت بکنه. عبادت در چی؟ در قانونش، در تمام چیزی که دستور میده الله سبحانه فقط او را اطاعت کنه. قانونش اطاعت کنه، نه که قانون های بشر شما اطاعت بکنه. حکم از برای الله است. حکم از برای الله است. پیروی کردن صرف قانون الله را باید پیروی کرده شد. دیگه قانون های بشر پیروی کردن نشود. میگه الله فریاد میزنه از سوره یوسف. مکمل با قرآن قانون ها نه تعارض میکنه. یک ملا صحبت نمیکنه. ایگه پورا ما تکرار ذکر میکنه که یک مسئله رفیاده این شوه تمام شما میخیزه دلیل میته سری منبرها صحبت میکنه. قانون راست میکنن. سالینه و جشن باید 8 مرد جشن بگیرید، 20 فروردین جشن بگیرید، سالینه و جشن بگیرید. همه قانون اینها با قرآن خلاف است. تمام دستورات امر میکنن که این جشنایی که شما میگیره اینا همش حرام است، کافر میشه. یا همش آتش پرستی و بت پرستی و صلیب پرستی است. عید آتش پرست، عید صلیب، عید فتح کفار بالای بخارا 8 مرد زنها را اسراش و حجاب کشیدن. این قانون راست که باید هر کس زندگی بکنه. فتاوای را صادر میکنه کسی که این جشن‌ها را میگیره زنش طلاق میشه، خودش کافر میشه. قانون خلاف اسلام است. تطبیق شدن. بچه خاطر قانون ساز بشر است. میگه قانون این بشر خاص است، نمی تطبیق میخوره. میخواهی یا نمیخواهی. اگر نمیخواهی ترمه میشنی، زده دولت کوب میشه، مجبور میخواهی، مجبور کافرت میکنن. الله صراحتا میگه مردم شما قانون و قاعده را وقتی که راست میکنه قرآن و سنت حاکم بگردونه، نه که بشره. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطاعت الله و رسول را بکنه، نه که اطاعت کسایی که امروز دموکرات پرستی هستن. قانون های اونها را قبول بکنه، اطاعت اونها را بکنه. و کسایی که امیرهای شما هستن که قرآن و سنت تطبیق میدن، نه و پادشاه هایی که امروز ما و شما را با برادرها کوشش کنه. چنانکه که کمی اینترنت ما بسیار ضعیف است، سردی هم است. خوب متوجه باشه برادر عزیز که دو قانونی که امروز ذکر کردیم در ذهنتون خوب بشنونه، دلیل ها را خوب بگیره. ای کجای قرآن دلیل گرفتیم، با کدام کیفیت دلیل گرفتیم، چه باید بیان کنیم، خوب متوجه باش. دو قانون است. این روز در درس ما و شما دو قانون است. یک قانونش ای است برادر عزیز که قانون راست کن عقل هست. عقل میتوند که قانون راست بکنه، نه که نقل. دوم که قانون در دست مردم است.
نه در دست خالق. این دو چیز خوب در ذهن تو بشونه. این قانون ها مخالف قرآن و سنت باشه نباشه فرق نداره، ما را تطبیق میتیم. این چیز در ذهن تو خوب بشونه. انشالله از برادرات سوال میکنیم. اولین قانون هر برادری که میتونه به سرعت یادآور شود که اینترنت ما هم ضعیف است، همین دو قانون انشالله کافی است. باز انشالله درس‌های آینده باز دیگه قانون را باز ذکر میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دموکرات یک قانون عقلی بوده، با هم فهمیدیم. جزاک الله شما را فهم صالح نصیب بفرماید، پیروی قرآن و سنت. هر وقت زندگی شما و خاندان شما را در قرآن و سنت زندگی کردن عنایت نصیب بفرماید. دوم قانون شکی برادران میگن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دموکرات از کلمه یونانی معنیش دموکراتوس. دموکس یعنی حکم، کراتوس از جانب خلق، یعنی حکم از جانب خلق گرفته و یک فرقه قانون تصدیق کرده و بر مردم پیشنهاد کرده شد. یعنی همین ان شاء الله. سلام علیکم و رحمت الله. برادر که یکم جواب دادن درست جواب دادن به خاطر که درسی پیشنه را فهمیدگی بودن، تز درکشان در این قانونی که سوم قانون بود درشون سرشون خلاص شدن، یعنی که فهمیدن. دوم برادر که شما جواب داده او قانون دوم است که عقل هست، عقل میتونه قانون راست کنه، این دوم قانون است. سوم قانون چی است؟ مردم باید قانون راست بکنن، مردم، قانون در اختیار مردم است. این سوم قانون است. الله سبحانه و تعالی ما و شما را پیروی قرآن و سنت و ما و شما را اشداء به قوانین کفر، ما و شما را اشداء به قانون دموکراتی نصیب بفرماید. الله سبحانه و تعالی ما و شما را در این راه مبارزه الله سبحانه و تعالی خون شهادت نصیب بفرماید. الله سبحانه و تعالی روز قیامت ما را بلند بکند و ما را ذکر بکند که این امتان محمد صلی الله علیه و سلم هستند که به ضد طاغوت، به ضد قانون بشر مبارزه بردند و خواستند که در کره دنیا حاکم قانون من بگردد. این همین اشخاص هستند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را زندگی قرآن و سنت موافق اسماعیل سامانی که زندگی کردن موافق قرآن و سنت و پدر آنها خیش اقربای اسماعیل سامانی که خلافت داشتن، الله سبحانه و تعالی ما و شما را به منهج باباهای واقعیت ما و به منهج سلف صالح پیرو بگرداند و ما و شما را زندگی ما و شما را دقیقه به دقیقه ساعت هر وقت در خدمت مجاهدین و در خدمت علمای اهل حق و برای پیشرفت قانونی اسلام کوشش عنایت نصیب بفرماید. برادرای سه قانون خوب در ذهن تو بگیره. انشالله با درس های دیگر باز برای شما قانون را به ترتیب گفته رفتن میگیریم. خوب به ترتیب بشنونید. خوب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.